سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان، تو این جلسه میخوام در مورد ماهیت ترید کردن و تجارت کردن و همچنین در مورد ماهیت بازارهایی که ما توی اونا داریم این عمل رو انجام میدیم و تجارت میکنیم صحبت کنم. خیلی مهمه که ما بدونیم چه چیزی رو داریم خرید و فروش میکنیم و مهمتر این که کجا داریم این کار رو انجام میدیم، بازیگران این بازار چه کسانی هستن. به صورت کلی دوستان ببینید، ترید کردن یا همون تجارت خودمون در حالت کلی به دو صورت انجام میشه. حالت اول که در اصطلاح بهش میگن معاملات اسپات یا معاملات لحظه‌ای. منظور از لحظه‌ای چیه؟ منظور از لحظه‌ای اینه که توی این گونه معاملات خرید و فروش، یعنی خریدی که شما انجام میدید، در لحظه کالاتون رو تحویل میگیرید. برای مثال شما میرید یه خودرو میخرید، این یه معامله اسپاته، پولش رو پرداخت میکنید، ماشینتون رو تحویل میگیرید، تمام و کمال پولش رو پرداخت میکنید، خودروتون رو تحویل میگیرید. حالا یا قیمتش میره بالا، شما با سود میفروشید، یا قیمت میاد پایین با ضرر. یا یک مثال دیگه بزنم. برای مثال ما توی معاملات اسپات میریم مثلا یک سکه طلا میخریم. خب این سکه طلا رو ما میخریم 25 میلیون تومان. ما باید کامل این 25 میلیون رو پرداخت کنیم و سکمون رو تحویل بگیریم. توی این گونه معاملات اگر من سکه طلایی نداشته باشم نمیتونم اون رو بفروشم، باید قطعا سکه طلا رو داشته باشم و بعد اون رو بفروشم. برای مثال من این سکه رو خریدم 25 میلیون، یک ماه صبر میکنم، یا حالا قیمتش برای مثال میره بالا میشه 26 میلیون، من مثبت 1 میلیون سود میکنم، یا قیمت میاد پایین برای مثال میشه 24 میلیون تومان و 1 میلیون تومان ضرر میکنم. این نوع معاملات اثباته، مثل خرید توی بورس. شما توی بورس یک سهامی رو میخرید و کامل اون سهام رو توی پورتفولیوتون دریافت میکنید و اگر سهامی رو نداشته باشید شما اجازه فروشش رو ندارید. پس این گونه معاملات اثباته که قطعا همه دوستان باهاش آشنایی دارن. توی رشت زمینه کاری ما که بازارهای مالی و بازارهای مالی هستش، مثل بورس میشه صحبتش رو کرد، مثل ارز دیجیتال هست. ببینید شما یک ارز دیجیتال رو میرید از یک صرافی خرید میکنید و اون ارز دیجیتال رو انتقال میدید به کیف پولتون. حالا اگر قیمتش بره بالا سود میکنید، بیاد پایین ضرر میکنید. پس این گونه معاملات اثباته که خب باهاش آشنایی دارید. اما یه سری از معاملات هستند که به نام معاملات فیوچرز معروفن، یا به این گونه معاملات میگن معاملات آتی که در موردش قطعاً شنیدید. معاملات آتی به چه صورته؟ توی معاملات آتی دوستان یک اسم دیگه هم که داره، بهش معاملات تعهدی هم میگن. معاملات تعهدی یعنی چی؟ یعنی توی این گونه معاملات نیازی نیست که کالا در لحظه جابجا بشه، اصلا اسمش روشه آتی. شما میتونید یک کالایی رو بخرید یا بفروشید و تعهد کنید که در آینده اون رو تحویل میدید و یا تحویل میگیرید. برای مثال به چه صورت؟ فرض کنید شما با توی یک اکسچنجی، توی یک حالا مکانی میخواید سکه طلا رو به صورت آتی، به صورت معاملات آتی بخرید یا بفروشید. اگر شما بخواید بخرید، سکه قیمتش 25 میلیون تومانه، نیازی نیست شما کامل اون پول رو پرداخت کنید، فقط اونجا اعلام میکنید که من مثلا یه دونه سکه خریدم. برای اینکه خب تعهدتون رو بتونید عمل کنید، مثلا تحویل این سکه یک ماه بعده، میگید من الان خریدم، یک ماه دیگه تحویل میگیرم، یا اون شخص به شما میگه یک ماه دیگه تحویل میدم. معمولا یه دیپوزیتی اونجا ازتون میگیرن، مثل همین دیپوزیتی که ما توی بروکرها میذاریم برای اینکه بتونیم باهاشون ترید کنیم. این دیپوزیته، یعنی یک پولیه که اونجا میذاریم برای اینکه تعهدمون رو بهش عمل کنیم.
شما میخرید. اگر قیمت سکه برای مثال 1,000,000 تومان بالا بره، شما مثبت 1,000,000 سود میکنید و اگر قیمتش پایین بیاد منفی 1,000,000 ضرر میکنید. یعنی چی؟ یعنی پولی که اینجا رد و بدل میشه قیمت 25,000,000 تومان سکه نیست، قیمت تغییراتیه که توی سکه به وجود میاد. و قیمت برای مثال اگر 1,000,000 بره بالا، شما 1,000,000 تومان اونجایی که توی اون اکسچنجی که این کار رو انجام دادید 1,000,000 تومان به شما میده و اگر ضرر کنید و قیمت سکه بیاد پایین 1,000,000 کم میکنه. اما حالت دیگه هم داره. شما توی این حالت سکه طلایی رو که ندارید میتونید بفروشید و فقط کافیه که اعلام کنید به اونجا که من 1 سکه طلا فروختم بهتون. حالا توی این حالت اگر قیمت بره بالا، مثلا 1,000,000 تومان بره بالا، چون شما فروختید 1,000,000 تومان ضرر میکنید و در برعکس اگر قیمت بیاد پایین، این دفعه با نزول قیمت شما 1,000,000 تومان سود میکنید. خب این کار توی ایران معروف به سفته بازی و خب قطعا شنیدید میگن سفته بازی برای اقتصاد مفید نیست و ضرر میرسونه به اقتصاد. چرا؟ چون کاری انجام نمیشه، کالایی خرید و فروش نمیشه، فقط با یه سری حرف این اتفاقات میفته. اما واقعا دوستان چرا پس این مارکت فیوچرز رو تقریبا میشه گفت حول و حوش بیشتر از 100 ساله که ایالات متحده مارکت فیوچرز رو داره؟ توی کشور خودمونم مارکت معاملات آتی هست، نه به اون قدرت اما هست. چرا این کار رو انجام میدن؟ چرا معاملات آتی میکنن؟ میخوام در مورد این در ادامه با شما صحبت کنم. خب بریم دوستان در مورد مارکت فیوچرز یک مقدار با همدیگه صحبت کنیم و بگیم که خب این مارکت فیوچرز چیه و چطور کار میکنه که به صورت سفته بازی به اقتصاد ضربه نمیزنه بلکه خیلی هم مفید هست. این مارکت فیوچرز دوستان 100 سال، بیشتر از 100 سال پیش در ایالات متحده به وجود اومد و در ابتدا برای محصولات کشاورزی بود. حالا چطور کار میکرد؟ شما یک کشاورز رو تصور کنید، این کشاورز گندم میکاره. خب این کشاورزی که گندم میکاره میگفت من امروز میام گندمم رو میکارم، مثلا برای من هر 1 کیلو گندمی که میکارم مثلا $20 هزینه برمیداره. 3 ماه بعد که گندم من محصول میده، محصول گندمم به دستم میرسه، یهو قیمت گندم میاد پایین. چرا؟ چون محصولات گندم یهو تو بازار یهو شروع میشه ارائه داده شدن و قیمت گندم میاد پایین و من امکان داره که بیام مثلا $20 هزینه کردم برای هر کیلو، بیام $15 بفروشم. و خب چرا این کار رو کنم؟ پس من گندم نمیکارم. این اولین ضربه به اقتصاد. چرا؟ چون مجبوره بره گندم رو وارد کنه اون کشور. از اون طرف دوستان یه سری کارخونه ها که مواد اولیه‌ای که استفاده می‌کردن از گندم بود، مثلا کارخونه تولید نان عرض می‌کنم، حالا یا کیک، هر چیزی که به گندم ربط داشته باشه، میومد میگفتش که خب من میام الان گندم میخرم و تولیدم رو انجام میدم و 2 ماه بعد 3 ماه بعد یهو قیمت گندم میره بالا. من امروز قیمت گذاری کردم، قیمت گندم میره بالا، من خب نمیتونم قیمتم رو ببرم بالا، این یه سری براش تبعات بدی رو داره. این باعث میشه که من متضرر بشم، یعنی هرچی درآمد داشتم 2 ماه بعد 3 ماه بعد بدم برای خرید دوباره گندم و بیام دوباره همون تولید رو انجام بدم و این به ضرر منه و کارخونه ها کمتر فعالیت میکردن و این میشه دومین ضربه ای رو که به اقتصاد میخورد و خیلی از محصولات رو مجبور میشه اون کشور بره وارد کنه. اما اومدن چیکار کردن؟ به کشاورزی که گندم داره گفتن شما گندم تو بکار، امروز بفروش، با قیمت امروز گندمت رو بفروش، اما تعهد کن که تحویل این گندم 3 ماه بعد باشه، یعنی 3 ماه بعد گندم رو تحویل بدیم. اوکی، کشاورز گندمش رو میکاره، اما به کی بفروشه؟
اون طرف اومدن به کارخونه داره گفتن شما امروز گندمت رو بخر که خیالت راحت باشه که برای 3 ماه بعد شما گندم رو داری، ولی تعهد کن که تحویل این گندم رو 3 ماه بعد شما تحویل بگیری این گندم رو. و این اتفاق افتاد که مارکت فیوچرز شکل گرفت و توجیه اقتصادی پیدا کرد. این مارکت تقریبا سال 1898 مارکت CME که شاید شنیده باشید در بارش، شیکاگو مرکانتایل اکسچنج، که عرض به خدمتتون که مارکت شیکاگو، مارکت تجارت اکسچنج تجارت شیکاگو که خب خیلی کالاها در اون جابجا میشه. زیر مجموعه‌ای داره مثلا نایمکس که مال کالای نیویورک هست و توی این اکسچنج این الان تقریبا میشه گفت بزرگترین اکسچنج ایالات متحده است برای معاملات آتی که معاملات داخل این اکسچنج انجام میشه. پس اگر جایی در مورد CME شنیدید، CME بزرگترین اکسچنجیه که معاملات آتی ایالات متحده توش انجام میشه که حتی توی لندن هم دفتر داره و اونجا هم معاملات توی لندن هم انجام میشه. اگر دقت کرده باشید، حالا اگر کار کرده باشید یه مقدار قبلا، میدونید که زمانی که مارکت لندن و مارکت نیویورک با هم بازن، بیشترین حجم تبادلات توی مارکت فیوچرز اتفاق میفته. اتفاق دیگه ای که افتاد چی بود؟ تقریبا میشه گفتش که از سال 1970 توی این دهه 1970 تو دهه 70 اومدن کالاهای دیگر رو هم اضافه کردن، بعدها اومدن جفت ارزها رو هم اضافه کردن و کالاهای دیگه مثل کالاهای ضروری رو اومدن اضافه کردن، فلزات گرانبها رو اضافه کردن، نفت رو اضافه کردن و ارزها رو اضافه کردن که به صورت فیوچرز معامله بشه. به چه صورت؟ فرض کنید مثلا تاجر امریکایی میخواد بره اروپا خرید کنه، 3 ماه بعد جنسش آماده میشه تو اروپا و باید بره تحویل بگیره و بیاره توی کشور خودش. نیاز به چی داره؟ نیاز به یورو. میتونه امروز بخره یوروش رو و تحویلش رو مثلا بگه 3 ماه بعد. و از اون طرف هم تاجر یا شخص دیگه‌ای توی اروپا میخواد بره از آمریکا جنس بیاره، اون هم میتونه حالا دلار رو بخره، یعنی دلار رو وقتی بخره باید یورو بفروشه دیگه، پس یوروش رو بفروشه و بگه آقا تحویل 3 ماه بعد و به این ترتیب کلیه کالاها. شما وقتی توی مارکت، حالا در آینده که بریم روی پلتفرم ها، خدمتتون نشون میدم که تمام کالاهایی که اینسترومنت هایی که قابل معامله هستن توی مارکت فیوچرز، همشون یک زمانی رو مشخص دارن، یک زمانی رو دارن. اون زمان تحویل کالاه، یعنی یک زمانی رو، یک مهلتی رو اون کالا داره. مثلا برای نفت 1 ماه هست، قراردادش به صورت 1 ماه هست. یعنی اگر شما توی مارکت فیوچرز نفت رو خرید کنید و اینکه اون قرارداد تموم بشه، یعنی مستقیم توی مارکت فیوچرز عرض میکنم ترید کنید، اون قرارداد تموم بشه، شما همون مقداری رو که نفت خریدید به آدرسی که KYC کرده براتون ارسال میکنن و باید مابعد تفاوت رو پرداخت کنید و نفتتون رو تحویل بگیرید. قراردادش 1 ماه هست. یا اینکه مثلا یورو قراردادش 3 ماه هست، شما اگر یورو بفروشید بعد از 3 ماه که قرارداد تموم میشه و معامله همینطور باز باشه، شما متعهدید که بیاید و یورو تحویل بدید به اکسچنج CME، باید بیاید یورو تحویل بدید و اگر این کار رو نکنید اون ضرر و زیان رو از روی دیپوزیت شما کم میکنن. خب پس تا اینجا فهمیدیم که مارکت فیوچرز چیه. حالا میخوایم بریم ببینیم که چه مشکلاتی توی این مارکت به وجود اومد در سالهای بعد و چطور اومدن اقتصاددانها و دولتش اومدن این مشکلات رو حل کردن.
خب بریم دوستان حالا با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که چه مسائل و مشکلاتی توی عرض به خدمتتون که مارکت پیش می اومد. ببینید کشاورزی که میخواست گندمش رو بفروشه، یعنی کشاورزی که توی مارکت فیوچرز فروشنده هست، مثلا فرض کنید هر واحد گندم رو 20 دلار میخواست ارائه بده و بفروشه، میومد میگفت من 1000 واحد گندم دارم. اوکی. حالا خریداری هم که میخواست این کار رو بکنه، خرید رو انجام بده، میشد من ببخشید اینو اصلاحش کنم، کارخونه دار. در اصل اون کارخونه داری که خریداره میومد میگفتش که من 1000 واحد در حال حاضر نیاز ندارم و 500 واحد نیاز دارم. خب این چی میشد؟ چه اتفاقی میافتاد؟ اگر ما چارت گندم رو میکشیدیم و نگاه میکردیم میدیدیم که قیمت از 20 دلار به صورت شدید و به صورت دامپ میومد روی قیمت، حالا برای مثال اینجا 10 دلار، و این خودش بزرگترین ضربه به اقتصاده. ببینید کلا دوستان بالا و پایین رفتن پامپی و دامپی، یعنی ناگهانی بره بالا قیمت به مقدار زیادی و ناگهانی بیاد پایین، بسیار شدید به اقتصاد ضربه میزنه. ببینید الان که دارم باهاتون صحبت میکنم توی کشورمون دلار 51,000 تومنه. خب بالا رفتنش دیدید به صورت شدید چقدر فشار اقتصادی آورد، چه آسیب‌هایی رو زد. اما دوستان این نکته رو بهتون بگم، اگر قیمت دلار از 50,000 تومان یهو در عرض یک ماه شدید بریزه پایین و بشه 25,000 تومان، باز هم این هم به اقتصاد کلی جامعه ضربه میزنه، هم به اقتصاد خانواده ضربه میزنه و هم به اقتصاد دولت ضربه میزنه که خب درآمد دلاری داره. پس بالا و پایین رفتن قیمت یکی از معضلاتی بود که توی این بازار به وجود می اومد. همینطور هم برعکس، اگر مثلا این می اومد می گفتش که من 1000 واحد دارم، اما کارخونه دار می اومد می گفت من 2000 واحد نیاز دارم، باعث می شد که قیمت گندم یهو به شدت بره بالا و یهو بشه قیمتش برسه به مثلا 40 دلار. اومدن چه فکری کردن؟ اومدن یه سری از افراد و بنگاه‌های بزرگ که زیر نظر دولت بودن رو وارد مارکت کردن. گفتن خب اینجا 1000 واحد داره، 500 دلارش اضافه است. این 500 دلار رو طوری برنامه ریزی شد، طوری چیدمان انجام شد که این 500 واحد حالا ما در اصطلاح بهشون میگیم دولتی که عرض میکنم دولت اقتصادیشونه. اومد گفت این 500 واحد رو من میخرم و این 500 واحد خب به درد دولت هم نمیخوره که، این 500 واحد رو میخرم و به مرور تو بازار تزریقش میکنم. این به مرور تو بازار تزریق کردن چه چیزی رو به وجود میاره؟ هم تقاضا رو برای خریدار بیشتر میکنه و خریدار بیشتر نیاز پیدا میکنه، و هم این که قیمت اگر قرار باشه بیاد پایین، مثلا از 20 دلار به آرومی میاد مثلا روی 15 دلار، و این باعث میشه که این حرکت آرومی که قیمت حرکت میکنه میاد باعث میشه که ضربه سنگینی رو به اقتصاد وارد نکنه. اما ببینید دوستان، من اینا رو کوچیک کردم و توی واحد کوچیک داریم میسنجیم برای اینکه فقط بتونیم مفهوم بازار رو درک کنیم، و اینا بازار خیلی بزرگتره، مارکت فیوچرز ایالات متحده خیلی بزرگتر از این حرف هست. اما دوستان ببینید هیچ دولتی هم انقدر پول نداره که بخواد همچین حمایت هایی رو بکنه، هرچند که دولت حمایت میکنه از مارکت خودش، ولی انقدر پول نداره بخواد همچین حمایت. چی کار کرد؟ اومد همون بنگاه های بزرگ رو وارد بازی کرد. گفت شما بیاید توی مارکت خیلی راحت همین چیزی که ما میبینیم سفته بازی کنید، آدمای بزرگ رو. این آدمای بزرگ رو ما بهشون در اصطلاح چی میگیم؟ در اصطلاح بهشون میگیم مارکت میکر یا همون بازارساز، کسایی که جهت رو توی مارکت مشخص میکنن، بر اساس سنتیمنت مارکت، بر اساس فاندامنتال جهت به وجود میارن تو مارکت، بهشون میگیم سفته باز یا مارکت میکر ها.
دوستان واقعیت اینه دیدن این مارکت میکرها خیلی توی بازار سخته، چون این مارکت میکرها با یه سری الگوریتم های پیچیده وارد مارکت میشن و خودشون رو به راحتی نشون نمیدن. اما افراد به همین ترتیب از مارکت میکرها همینطور افراد کوچیکتر میان میشن، یعنی افراد بزرگی که میان به قسمت‌های کوچیکتر تقسیم میشن، که من در اصطلاح به اون افرادی که بعد از این مارکت میکرها تو مارکت هستن میگم بیگ بوی ها. بیگ بوی ها کیان؟ بیگ بوی ها حالا من نمیگم دوستانا، این گفته که خب توی مارکت وجود داره و به نظر من این بیگ بوی ها افرادی هستند که پشت دست مارکت میکر بازی میکنن و به اطلاعات و دیتایی دسترسی دارن که من و شما به اون دیتا دسترسی نداریم. این دیتای لول 2 که خب خیلی هم در موردش صحبت میشه و اینا و ما میخوایم در مورد اون صحبت کنیم و با اون کار کنیم، در واقع دوستان تفاله اطلاعاتیه، یعنی اطلاعات اصلی گرفته شده، خرج شده، استفاده شده و ما از اون تفاله اون اطلاعات ببخشید از این اصطلاح استفاده میکنم، از این استفاده میکنیم برای اینکه تشخیص بدیم بیگ بوی ها کجا وارد مارکت میشن. بیگ بوی ها تشخیص میدن مارکت میکر ها کجا وارد میشن و ما میایم تشخیص بدیم که بیگ بوی ها کجا وارد میشن. پایین تر از این بیگ بوی ها اسمال اسپیکولیتور یا میشه گفتش که سفته بازهای خرد یا خریدار فروشنده های خرد توی این مارکت هستن. جالبه براتون بگم دوستان، حالا نمیدونم شما با چه سرمایه میخواید کار کنید، اما کسایی که حتی با زیر 1-2 میلیون دلار، یعنی 1-2 میلیون دلار جزء فروشندگان خرد حساب میشن توی این مارکت، جزء افراد خرد حساب میشن، چون واقعا نسبت به ترنوول و گردش مالی این بازار حالا ارزها رو برای مثال عرض میکنم، اصلا 1-2 میلیون دلار مبلغ قابل چشمگیری نیست، یعنی اصلا باهاش نمیشه مارکت رو جهت بهش داد، برای همین جزء خردها حساب میشن. چرا این افراد رو وارد مارکت میکنه؟ دولت خودش این پول رو نداره کامل بیاد حمایت کنه، مارکت میکر بزرگ رو وارد میکنه و میگه تو سودت رو بیا از کی بگیر؟ از زیر دستیات بگیر. شما سودت رو از کی بگیر؟ از پایین ترها بگیر. این سفته بازهای خرد پولشون رو از کی میگیرن؟ از مایی که خردتر هستیم و در درجات پایین تر قرار داریم. و این خودش نشون میده دوستان دلیل این که 99% افراد توی این مارکت بازنده هستند همین مطلبه. چرا؟ چون اصلا به ما اجازه میدن وارد این مارکت بشیم. چرا وارد این مارکت بشیم؟ برای اینکه تأمین نقدینگی مارکت باشیم. همین پولای خرد جمع میشه و تأمین نقدینگی یک مارکت به این بزرگی رو میکنه. پس اصلا فلسفه اجازه دادن این که ما بریم توی این مارکت سفته بازی کنیم اینه که ما بریم نقدینگی توی این مارکت به وجود بیاریم و نذاریم مارکت پامپ و دامپ شدید کنه، ناخواسته نذاریم این اتفاق بیفته. اما دوستان خب 1% افراد توی این بازار برندن. من اگر بخوام الان بهتون بگم که خب خیلی راحته، یه فرمول داره، از اون فرمول استفاده میکنیم if then else، اگر اینجوری شد اینجوری شه و سپس این کار رو انجام بدید و میشید برنده این مارکت. باید بهتون بگم متاسفانه همچین چیزی وجود نداره. برای اینکه ما جزو این 1% باشیم دوستان چند تا چیز نیازه. اولین چیزی که نیازه دانشه. چه دانشی؟ نسبت به اون مدل معاملاتی که میخوایم انجام بدیم باید دانش داشته باشیم. اگر شما قراره توی این مارکت سرمایه گذار باشید باید فاندامنتال بلد باشید، باید اقتصاد کلان رو به نحو احسنت بلد باشید که بدونید تقریبا کجای مارکت چه خریدی رو انجام بدید. چرا میگم تقریبا؟ چون سرمایه گذار نیاز به استاپ کوچیک نداره و استاپ سرمایه گذارا خیلی بزرگتر از استاپ ما دی تریدرها هست. پس ما باید چه دانشی داشته باشیم؟ ما باید دانشی داشته باشیم که توسط اون دانش بتونیم این بیگ بوی ها رو توی بازار شناسایی کنیم، متوجه بشیم که این بیگ بوی ها کجا وارد مارکت شدن،
کجا میخوان بخرن، کجا دارن میفروشن و از طریق اینا و بازی کردن پشت دست این بیگ بوی ها بتونیم از این بازار کسب سود کنیم. اما خود این بیگ بوی ها هم بعضی اوقات نمیتونن درست مارکت میکر رو تشخیص بدن و یا اینکه اتفاقاتی توی مارکت میفته که ما هم نمیتونیم درست بیگ بوی رو تشخیص بدیم که کجا به چه صورت وارد شد. راه حلش چیه؟ چطور ما باید جلوی این همه ضرر رو بگیریم؟ شنیدید ضرر کردن توی این مارکت، استاپ خوردن یه چیز کاملا طبیعیه، اما چطور ما جلوی اینا رو بگیریم و اینا رو محدودش کنیم؟ دومین چیز و مهمترین چیزی که نیازه و ببخشید دوستانی که منو میشناسن میدونن که از همه چیز برای من مهمتر در مرحله اول اینه، دیسیپلین. یعنی ما با یک نظمی به خودمون دادن زمانی رو که نمیتونیم بیگ بوی رو تو بازار پیدا کنیم، مارکت میکر رو پیدا کنیم، بزرگان رو توی بازار پیدا کنیم، از مارکت بدونیم که باید عقب نشینی کنیم. که خب نمیخوام بحث دیسیپلین رو اینجا باز کنم، در موردش خیلی باید مفصل صحبت کنیم، توی جلسات زیادی باید در موردش صحبت بشه، اما این ماهیتی بود که برای خود مارکت بود. اما دوستان چرا من میگم که باید دنبال بیگ بوی ها باشیم و چرا عرض میکنم که مارکت میکر شناسایی کردنش واقعا کار سختیه؟ ببینید دوستان، فرض کنید که یک اینسترومنتی، یک کالایی قیمتش $25، مارکت میکر تصمیم داره برای متعادل کردن بازار این کار رو انجام بده و از $25 قیمت رو برسونه به $35. عرض کردم مارکت میکر نمیاد از جیبش هزینه کنه، تعادل رو میخواد تو حفظ کنه. این هزینه رو کی باید بده؟ زیر مجموعاش، تریدرهای خرد یا اونایی که تریدرهای خرد مثل ما، یا تریدرهایی که اسمال اسپیکولیتور در اصطلاح بهشون میگن، سفته بازهای کوچیک، اینا باید تامینش کنن. چطور این کار رو انجام میده؟ آیا دغدغش اینه که من روی $25 که میخوام بخرم استاپم رو کجا بذارم؟ قطعا خیر. این شخص اینجا خریداره، توی پایین، توی دیپ مارکت نیاز به چی داره؟ نیاز به فروشنده داره. کاری که انجام میده اینه که بیاد دیگران رو توی مارکت فروشنده کنه، اکثریت بیشتر مارکت رو بیاد اینجا فروشنده کنه و از این فروشنده ها خرید خودش رو تأمین کنه. چرا؟ چون اگر بخواد بیاد بخره قیمت رو ببره بالا، یهو میبینید مثلا 1000 کانترکتی که 1000 قراردادی که میخواست هزینه کنه قیمت رو میبره میرسونه یهو به $40 و خب این هزینه رو همه رو خودش انجام داده، فایده ای براش نداشته. پس میاد چیکار میکنه؟ میاد افراد رو فروشنده میکنه. قیمت وقتی میرسه به $35 و خودش میخره، قیمت میرسه به $35، حالا اینجا مارکت میکر فروشنده است. چی نیاز داره خریدار؟ کالایی که قیمتش $25 بوده الان شده $35 توی سقف مارکت، باید اینجا خریدار جذب کنه. یعنی باید افراد رو فریب بده، مثلا شاید توی ارزهای دیجیتال شنیده باشید که بهش میگن فومو، یعنی ترس از جا ماندن. بیاد یه ترسی تو دلشون بندازه که آره قیمت داره میره بالا، از $35 میخواد بره نمیدونم برسه به $70 به $60، بیاید بخرید، همه رو خریدار کنه و خودش چیکار کنه؟ فروشش رو انجام بده. نیاز به این کار داره و این اتفاقیه که میفته. حالا یه سری از بزرگان، بیگ بوی ها، متوجه این عمل مارکت میکر میشن، توسط دیتایی که دارن متوجه این عمل میشن و میان شروع میکنن با مارکت میکر خریدهای بزرگ زدن و اینجا خریدهای بزرگ میزنن و ما با شناسایی این بیگ بوی ها میتونیم بیایم پشت دست اینا بازی کنیم و با اینا خریدار باشیم و بتونیم با اینا همون بالا فروشنده بشیم.
خب تا اینجا این مطالب رو براتون توضیح دادم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. دوستان فهمیدن این مفاهیم که اینا رو بدونیم خیلی مهمه. این مهمه که ما بدونیم که توی چه مارکتی داریم کار میکنیم، چه افرادی توی این مارکت وجود دارن و ما چه چیزی رو اینجا خرید و فروش میکنیم. توی جلسات بعد تصمیم دارم در مورد این که ما چه چیزی رو خرید و فروش میکنیم بیام صحبت کنم که دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و ترید کردن توی این مارکت به چه صورت میتونه انجام بشه.